سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به خبرهای مهم این هفته از چینل کابل وقت با من امیرا محمدی. وزارت مالیه از افزایش چشمگیر عواید از املاک دولتی خبر داده است. این وزارت امروز با نشر خبرنامه گفته است عواید ریاست املاک دولتی افزایش چشمگیری داشته است. در خبرنامه گفته شده است در جریان سال مالی 1401 هجری خورشیدی 368 میلیون افغانی عواید از املاک مرکزی و 1 میلیارد و 855 میلیون افغانی عواید از املاک ولایتی جمع‌آوری و به خزانه دولت سپرده شده است. برای 2000 تن در مرکز و 2 ولسوالی لوگر در 4 پروژه توسعه زمینه کار مساعد شده است. صبغت الله نایب خیل مسئول مطبوعاتی ریاست احیا و انکشاف دهات لوگر به آژانس باختر گفت برای 2000 تن در برنامه کار در مقابل پول به کمک مالی برنامه غذایی جهان در هماهنگی با اداره یاد شده زمینه کار مساعد شده است. باشندگان غور از فرمان اخیر امیرالمؤمنین مبتنی بر منع گشت و گذار موتورهای شیشه سیاه و استیکردار استقبال کردند. آنان میگویند که صادر شدن همچو فرمانها در راستای تأمین امنیت بهتر و جلوگیری از هر گونه جرایم مؤثر و با اهمیت است. تشکر از توجهتان به خبرهای مهم این هفته. تا هفته بعدی الله یار و مددگارتان.